قسمت دوم. مورد بعدی که شاخصه بسیار جدی تو بین اینها بود آمپریزم و حسگرایی بود. میگه پس من چیزی رو که نمیتونم ببینم، پس باید دنبال چی برم؟ چیزایی که بگید میبینم، حسشون میکنم، میشه آمپریزم. اکسپریمنتالیسم از توش در میاد. اکسپریمنتال یعنی آزمایش. آزمایش کنم. کول کجاست؟ بیام تو لوله آزمایش هم میره. میتونم بوش کنم، میتونم لمس کنم، میتونم بچشمش، میتونم ببینمش، میتونم بشنومش. پیامبر تو چاه بدر سر کرده بود، با کشته ها داشت حرف میزد. گفت اینا مردن کرد، اینا نمیشنون. گفت الان به خدا از شما شنواتر شدن. و برعکس الان یه صداهایی هم میشنون که دیگه قبلا شما هیچ وقت نمیشنیدید. الان صدای فرشته ها رو هم میشنون. صدای من و تو رو هم میشنون. عنصری که اصل شده بود تو قوم نوح حسگرایی، آمپریزم و آزمایش کردن، اکسپریمنتالیسم. اگه چیزی وجود داشته باشه میتونیم اونو حسی رو تجربهش کنیم. آقا یه نفر سر کلاس، استاد میره سر کلاس، مثلا میگه آقای فلانی، میگه حاضر، میگه بهمانی، رفیقاش میگن استاد نیومده، غایبه. از کجا نبوده یه چیز رو فهمیدن؟ استدلال چی کرد؟ بگید. عقلی کرد. لن ترانی یا موسی، عمرا منو نمیتونی ببینی. با عقلت باید برسی. میگه زیباترین و نیکوترین آفریده خداوند متعال عقله. خدا به نوح گفت کشتی تو بساز. کشتی چقدر طول کشید ساختش؟ از 2 سال گفتن تا 40 سال. یهودی‌ها بیشتر هم گفتن، تا 120 سال هم گفتن. این کشتی خیلی بزرگی بود. 600 متر طولش بود. 400 متر عرضش بود. حالا قولای مختلفی. 300 متر ارتفاعش بود. کشتی خیلی بزرگی بود. گفت کشتی تو بساز. بعد کجا ساخت؟ کار خود کری خوندن تو بگید. گفته موسی را خونه فرعون بیرون کشید. نوح یه علمی داره که اینا ندارن دسترسی، که یک طوفانی میخواد. بگید آیا با اون لوله آزمایش اونا این طوفان قابلیت اصلا بررسی داره؟ بگید هیچ. اما مگه این حرف باور کردنه؟ خودتون رو بذارید جا قوم. با کدام مبنای علمی؟ این حرف برای قومی که تمام معرفت و شناختشون منحصر به چارچوب‌های محسوس مادی به یه شوخی بیشتر شبیه نیست. میمدن بهش گفتن که آخر عقل کل چه کسی را دیده ای که در اولین تجربه نجاری خودش پیچیده ترین سازه چوبی، یعنی چی بسازه؟ کشتی. آن هم غول پی کردنی کشتی تاریخو بیاد بسازه. اگر کشتی از نظر مهندسی مشکل داشته باشه چی؟ وسن الفلک اعیننا، گفت زیر نظر ما بساز. جبرئیل فرستاده بود مهندسی میکردش. روایت داریم که میخوای آهنی که زده بودم جبرئیل براش آورد، بهش یاد داد، گفت چجوری درست کنی، فلان جنس چوب بساز، این انعطافش برای اینجا بیشتره، برای دکل از این استفاده کن، برای چی از اون استفاده کن. همه رو بود. ببینید چند نفر بعد از نوح ایمان آوردن؟ 8 نفر. تو بهترین حالت میگن 80 نفر. یعنی اختلاف در کتابته، 8 یا 80. ببین با چه جونورایی طرف بوده. فقط اینو میخوام بهتون بگم. نوح به هیچ وجه منکر اعتبار محسوسات و تجربیات انسانی نیست. برعکس بهترین کارم میکنه. برای یک طوفانی که قرار کوه هم زیر آب بره باید چی بسازی؟ فقط کشتی. پس از نظر اکسپریمنتالیزم و آمپریزم هم کار نوح غیر عقلانی بگید نبود. جالب قرآن میگه آب آروم آروم هم بالا اومده. تنور فوران کرد، گفت برو تازه جفتا رو جمع کن. یعنی آروم آروم آب بالا اومده. عجب چرا اینا پس سوار کشتی نشدن؟ اینا دیگه کی بود؟ چرا مردم به معجزه نوح ایمان نیاوردن با اینکه کشتی رو دیدن اینجوری شد؟ این سوال ماست. این ویژگی شاخص است که توی عده میشه. یعنی دیدن همه چیز شد. تو ماجرای کربلا عبدالله گفت اینجا دیگه تموم کن. من برات حق و ناسایی که دستت از این شهدای قبلی رو پس میگیرم. کسی که سر امام زمانشو بریده مثل شم، این از قبل آروم آروم شم شده. یه جا آیه قرآن داریم قبل اینکه طوفان بیاد خدا اینجوری میکنه، میگه قصه نخور برای مغرقین. یعنی لیست غرق شده آماده است. از قبل غرق شده کسی که این کارو میکنه. پسر نوح از طوفان همین آبو میبینه. حضرت نوح نمیگه طوفان، میگه چی؟ امرالله. میگه این امر خداست. حالا یک بار در قالب طوفان آمده، یک بار در قالب زلزله میاد، یک بار در قالب یه قوم ستمگری که میریزه توی کشوری. برعکس نوح عاقلانه ترین کارو کرد. چوب رو آب وای میسته، کشتی باید بزرگ بشه، کلی مسافر دارم، آدمیزاد نجب جنور. برعکس عاقلانه ترین کارو کرده. کشتیش هم ضد آب کرد، غیر مالی بهش، همین رو بهتون محکمش کرد، همه چی در نظر گرفت، کدام نوع حیوان کجا باشه، انسان‌ها کجا سوار بشن، چقدر آذوقه برداره، چقدر طوفان طول میکشه. برعکس این مسافرت که میخوای بری چقدر غذا برداره، همه اینا رو در نظر گرفت. امروز این تفکر بر دنیا حاکمه. قوم نوح دارن جولان میدن. چقدر هم خدا میگه اینا بدن.
ازلم و اتقان، ظالم ترینا. برای ما هم همینو داره میگه. الان بهت میگه آقا وایس این سختی‌ها رو تحمل بکن، یه امام زمانی قراره بیاد. همه اون خوبیایی که تو حکومت امام زمان میگن دیگه، دعوایی نیست، فقری نیست، بیماری نیست ها. یکی دیگه هم بدیم بغل میگه چی؟ یا برات ردیف میکنم لاسوگاس، عشق کن، سین سیتی، شهر گناه. خب کدوم تو چششه میبینه میره اون طرف. ما تو انقلاب خودمون چی بود؟ ما که قبل انقلاب ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم که بخول بودیم انقلاب کردیم. ببینم قبل انقلاب شما نماز نمیخوندید؟ امام حسین سینه نمیزدن؟ حج نمیرفتن؟ شیعه نبودین؟ کشف شیعه اصلا عشری نبود قالب جمعیتی؟ چی فرق باشه؟ تو اینه که این تفکر بیس باشه یا اون تفکر. به خدا همه دعوا سر دعوای عاشورا سر دعوا 8 سال جنگ دعوا سر همین چیز کوچیک و شاید ندیدن خیلی رقیقه ها باید دقت کرد پیداش کرد. دعوا سر همین بود. حواسمون رو جمع بکنیم. مورد بعدی خیلی کوتاه عرض میکنم، راسیونالیسم یعنی خردورزی، یعنی با فکر همه چی رو بررسی کردن. چون عقل و فکر با هم فرق داره. یعنی ما همه رو یکی میگیریم. علم هم با عقل فرق داره. ممکنه نفر علم زیاد داشته باشه اما عقل نداشته باشه. مثلا استاد دانشگاه اما عقل نداره. ما تو همین فرقه ها من مشاور چندین پرونده بودم. اینقدر استاد دانشگاه توشون دارم. اینقدر دکتر مهندس توشون دیدم به خدا واسه. علم نداره دیگه. الان مردم علم به این ندارن سیگار ضرر داره؟ ندارن. الان به این نتیجه ندارن. چه میکشه؟ قلیونیا عذر میخوام. قلیونیا الان باید گیریده چه؟ مثلا از این مذهبیون الان افتادن تو فاز قلیون. میکشن. باش میرن بالا میگن. قهوه خونه میزنن اسمای مذهبی میذارن خدا. برای همه داستان داره. اصلا این دیگه دخان دود واسه پایین آوردنه، نه واسه بالا رفتن. دقیقاً روحو غلیظ میکنه. میاره پایین گیر همین دنیاتون. عقل راسیونال متفاوت از عقل دینی. عقل خلاصه شده در 5 تایی هاست. یعنی چی؟ عقل خلاصه شده در محسوسات. این میشه عقل راسیونال. وگرنه عقل دینی چی؟ این 5 تا رو قبول داره، بلکه چی؟ بالاترشو قبول داره. تو فرهنگ ما عقل یه موهبتی که انسان با کمک اون بر تمام مشکلات چیره میشه، چه دیدنی چه نادیدنی. اما عقل راسیونال یعنی چی؟ طرز فکری و تفکری که به دنبال محاسبه سود و زیانه. همه ما سود و زیان رو قبول داریم. منتها اونا سود و زیانی چیو میگن؟ سود و زیانی که محسوس باشه، بشه دیدش. همه دعوا میشه سری. خوب حواستون جمع کنید. ماکس وبر ببین چی میگه؟ جامعه شناس معروف آلمانی از سردمداران این جریان. میگه بنیان تمدن جدید غرب برخاسته از راسیونالیسم. مورد بعدی اصالت شکاکیت نسبت به همه چیز. آیا این تو شاخصه قوم نو بود؟ بله، این عبارتش شد. ما ظنمون، شکمون برای اینه که شما دوست خالی بنده. شکاکیت نسبت به همه چیز، علل خصوص مفاهیم چی؟ دینی. لاجرم از دل این تفکر میاد. واقعا این حضرت عیسی بوده؟ 600,000 نفر دریا وسط شکافته شد رد شد. نه والله. همینجوری اصلا قیافه هاشون انجا چشمه. شکاکیت نسبت به همه چیز. تو دل اینه. کی از اون دنیا زنده برگشته اومده برای تعریف کرده؟ نه این حرفا رو بر اسم میگم که آقا چیزی که این یکی رو قبول داره ها، اون بالاتری قبول داره، اصلا به این معنی نیستش که به خدا قسم بد زندگی میکنه، غذا نمیخوره، زندگی نمیکنه، خوش نمیگذرونه، تحصیلات نداره، تفریح نمیره. همه اینا رو داره، بلکه با رعایت یه سری حدود. گفتم این همه نوشیدنی میخوره، عرق نمیخوره. این همه گوشت پرندگان خوب و حلال گوشت و چرنده و چه میدونم میخوره، گوشت خوک و گوشت سگ نمیخوره. حالا جالب اینجاست، اینا بهتون میگم اون چیزی که خدا میگه انجام ندید دقیقاً از رو با همین 5 تا یه روزی به نتیجه میرسید که ایراد داره. اینا بهتون بگم با همین 5 تا به نتیجه، یعنی الان میگن گوشت خوک یه رو انگلی داره، نه تا چند درجه این از بین نمیره از این داستان. خب علم تو فلان شده الان به اینجا رسید. من از قبلش قبول داشتم این حرف درست نبود. علمای ما رو دیدید ماشاءالله چقدر عمر میکنن. علمای شیعه فکر کنم بیشترین عمر رو تو دنیا داشته باشه، بیشترین سختی هم کشید. عمر این بزرگواران نگاه کنیم، مراجع ما بالای 90، دکتراش 40-50 سال دارن سکته میکنن. برای چی؟ میگه شب نشسته آب بخور. آقا چه دلیلی داره؟ چه میدونم. او گفته بخور. او گفت کشتی تو بساز. روز وایستاده آب بخور. یه چیزی میدونی؟ آقا گوشت گاو نخور، شیرشو بخور. گوشت مرغ نخور، گوشت خروس بخور. الان فهمیدن عجب گوشت ما ترشح هورمون‌های زنانه رو در مردان زیاد میکنن. باور کن روز ظاهر مردم داره اثر میذاره. آره دیگه این هورمون‌ها اثر میذاره. صداش یه خورده تغییر میکنه، میبینید من خدا نازک میشه آروم رو. دیگه نگیم ادامه میدیم به جای باریک برسیم. العاقل بالاشاره